خب زنگ دیگر رو میشیم. الو. سلام علیکم. علیکم السلام. اکای سلمان سوزی تینجی. تشکر. امی برنامه تون تماشا میکنیم روستی. امولی نه تلویزیون بو در برآمده تاجیکای برون مرزی را مونده استین. خب. در حقیقت یک چیز است که هر کس که دوستداری وطن باشه بر ضد کدام جنایتکار خواهی ملت گپ میزنه. وطن دوستی چیست؟ همین تیر هدفمند میرسه. وطن دوستی چیست؟ همین تیری همین مردکوز ایراسیا این قد توجیکو برام کرد نه که به هدف رسید اومد توش به هدفشون رسیده که امروز شما مرا نگفت است که به هدف من رسیده باشه. مرا نگفته است و هیچ گاه تیری اونها به هدف نرسیده است و نمیرسه. وقتی که بر ضد ملت یک از گپ میزنه. ملت چیست؟ ملت چیست؟ برای ملت برای من شهر بده. شخصای وطن دوست خیرخواه ملت بر ضدشون گپ میزنه. این نوخلفای ملت در بزوبیته میشوند. ملت همین برای ملت هم میدونی چی است؟ بزوبیته میشوند. این سوالاتمون در حقیقت حول گبزه. شما میخیزید بدخشان پیش میورید 3-4 جنایتکاری که خیست است. جنایت جزا میگیره یا که کشته میشوه؟ در وقتی که جنایتکار مرا گوش کن یه دقیقه. من گوش کن یه دقیقه. برا گمشم بس مرا گوش کن. من وقتی ندارم چرت پرتای شما را گوش کنم. مرا گوش کن. یا کی سوالا را یک جواب میتی آدم برای صحبت میکنی و یا اینکه من خاموشت میکنم. سوال خطت طاقت جواب کدام سوال مرا جواب دادی؟ ملت چیست؟ درباره ملت اصلا معلومات نداری. ملت همون رحمان خطی اویلش میدونی. وطن چیست معلومات نداری. درباره وطن دوستی تو اصلا دخو میبینی که وطن دوستی چی است نمیدونی. خیال میکنی وطن دوستی همون آشخانه حاجیان یک برده آشایو یک قسمبوسه از دونی اوچت میگیری میخوری فکر میکنی وطن دوستی همی است. اصلا وطن دوستی یک عباره خیلی مفهوم بزرگ داره که در وجود و در خون و در ایمان شما نیست. میفهمی؟ هنر گوش کردن نداری. برای که عقل سواد ایمان نداری. بیا اینم تا سحر گوشت میکنم. بگو. وقتی که جنایتکاری که جنایت صادر کرد وقتی که گریخ با بسر دعوت کردن نیومد بعضی مقامات قدرتی سیلو کشید فوراً برو نیست کنن. من تمام صبر که یه دقیقه تمام خواهی صبر کن خی ای بچه صبر کن گپ زدی به من همین گفت منطقی در جواب تو صبر کن گوش کن گوش کن ای بچه گوش کن این هفسانه کیم کدام رو کوادید میکنه چه این رو برید یک زنک بگن که اصلا اینترنت نداره گوش کردن نمیتونه. زنک شموی ما برای خطی زنک گپ زدیستم. خطی مردک تو مردکی ما خطی زنک تو مردکی ما همچون مردک کامera تا گریون که ما با صحبت جواب و سوال خود کامera تا گریون که مردک باشی گریون که آخی شما اگر زورین مردکین جوان مردین آماده از این ملت دفاع بکنین آشکار ببروین. این ملت نیاز به شمای موشای ترسو نداره. این ملت نیاز به شمایی که اصلا چهرهتون معلوم نیست نیاز به شما نداره. مطمئن باشین. به خاطر چی؟ به خاطر میترسین که روز این ملت در میدان میخیزه آنتون در پیش چشم نشان میتنی ملت. شما مردم خطی بازی دارین. که سلمان که بسک با ما بگو من خطی زنک گپ نمیزنم. او کسی که زن است او کسی که اصلا زنک باری کار نکوخی زنک باری کار نک بس نگپ زنم و توی رنگی زن پینهان شده ای تو پینهان شده ای ما خوزی شیشتم با هزو گیران که کامera تا گیران که زنکی درچه اگه ای پشت خیلی یک کسیدگی عجیبانده اونمو یک روبو وقتی یک شیر در او پرای دریا میبینه دشناموش میکنه حقارت میکنه وقتی
وقتی شعر میبیایی پاره یوم میگه که میبخشه که من خطا کردم اشتباه کردم شما همون روبای هستین که اصلا در پشت کامera نشسته این کامراتون کشتگی نمیدونین چیکار کردین نمیدونین اصلا مرد نیستین شما سلمو نه بسکه که ته یک دم میبری در اینجا میزنی ته یک دم در اونجا دیگه نمیدونی که از دکجو خود قرار داری یکمش میبری که پرزیدنتون خیلی که طالبان و خیلی که طالبان خیلی ای مردک همه دولت یک طرفدار طالب شد پرزیدنت موقعش گم نکرد پس همکاری چی معنی داره همکاری چی معنی داره با طالب همکاری کردن با یک حکومتی که قبولش نداری چی معنی داره او معنی داره که من ترا قبول کردم پاوتا میبوسم میفهمی تو شما فهمیش ندارین شما نمیتونین تحلیل کردن میفهمی شما تحلیل کردن نمیتونین پروس عقل نداری همکاری کردن با یک کشوری که قبولش ندارین همکاری کردن این خودش معنی داره که ما دستاتون رو میبوسیم پول بتیم برای ما این معنی همین داره دیگه دستبوسی که سلمان در شخصیت خود همه را بونتی دستبوسی در طرفی شمای برای که کسی که دست دمو دراز کرد میره دست میشه که اکا جون مرا بیجا سر نکه که تمام گوش کن خیلی گوش کن سوال گوش کن تمام خب که مرا یا کن سوال جواب میتی یا که خداحافظی کنم سوال جواب میتی برای همین دروغ بیسو نگین وقتی که ای بیرون باهمیتی چیزی که در درون بگذره ایرا هیچ وقت و اصلی واقعیت ندونسته مردم سوال جواب ته مرا گوش کن تمام صبر کن همه گلبدین چند سال در کفتکوب قرار داشت یک سال باشد 10 سال من برایت یک نوار رمه بونم کی صبر کن بکی دفش کن نو مرد سگ برین میجکن گوش کنین من برایت عکس نوار را میمانم که گلبدین در نزد وزیر رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف به سادگی استوچیدگی است و نوار کردگی است که من میرم در واروخ می جنگم میفهمی از واروخ دفاع میکنم چخیو در کفتکوب قرار داشت در نزد رئیس ولایت ایستادگی است رئیس ولایت در پسش پلیس هم است نظامی هم است امنیت هم است قور و بلاش هم است چی خیل اون نفر در کفتکوب قرار داشت است چی خیل منطق در جای شما یک کم ترک نمیدونم اخی یک کسی هست که در داخل او وطن برنامه های درست پیاده بکنه که اوی مردم شما اون نفر جنایتکار میگن اون نفر این در پیش رئیس ولایت ایستادگی است این نوارش از اولین کسانی که گفت من میرم از واروخ دفاع میکنم اینا همه یک فلشکر در همون کدام جای اساسیشون زدگیان خواهین وطن فروش فلان بیمدان تمام بچه سوال جواب ته شما حکومت طالب قبول ندارین خب تمام دنیا یک طرف پیشوای معظم شما یک طرف بوده است او همکاری کردن با یک حکومتی که قبولش نداری او ایره سیاست چی میگه ایره چی میگه ساختی دولت داری قانون و حقوق چی میگه قانون های بین الملل چی میگه اینجا او نظر کنین یک کمتر او بخونین یک کمتر برین سویج بودین که آقای رحمانوف مدام تو زبان دمی قدر برآمدی که رو افتادن نباشید من سیاستی مرا خوب میدونید مردم افغانستان بیچاره او زنی افغانی قطعی 11 پیسر رو اموکش بردین در دست طالب دادین ده ها کس دیگه در مرز افغانستان آمدن داد گفتن که اوه مردم ما را قبول کنین ما ظلم دیدیم بازشو نکردین هزارها تا افغانستانی برآمدن گفتن که بلیاز خدا سفارتخانه تاجیکستان ویزای تاجیکستان هیچ قدری نداشت امروز 7000 روپیه شده است 7000 دلار شده است این چی نمود سیاست است کدام تصمیم کدام پیشوای تاجیکان دنیا او پوتین رهبر روسیه دعوت کرد که به رحمانوف لختک من میگم بگذار اکت من عیس طالب یا چی میگم تو برست افغانا را سرش سیله کردن گیر و من میدونم در اینجا چیکار بکنم گویا رحمانوف یک گرینیه که در منطقه تصمیم گیرنده است رحمانوف در دری اویلش تصمیم گیرنده نیست رحمانوف یک وزیر خودش نمیتونه ایواز بکنه بمونه رحمانوف نمیتونه که صلاحیتی که در کجا بمونه رحمانوف میتونه در منطقه بازی های سیاسی بکنه این چی نمود سیاسی چی نمود فهمیشه است شما رحمانوف همون قدر کسی بزرگ دیدین
رحمانوف هم میگه تو پیشوا بشو راه بر بشو برای یو شور بابو پز برای چور و داری بکو برای پخته بگو برای گندم بگو او یارا بکو میگه نو سیاست خارجی و داخلی کاری من از میگه اونو برای چشکش خیال کرده که رحمانوف رومده است در مقابل حکومت طالب در مقابل حکومتی که پاکستان و امریکا بالاش مبارزه میبره برنامه ریزی میکنه میبره ایستاد میشه گفت که همون گپای که گو خورده